ماریاچی. فیلم مدرسه چرا اینطوریه؟ کم بوده. بودو. یه دونه آزاده، یه دونه. هم دیگه نگاه کنین. سخت‌ترین کار ممکنه که از هیچی داشت تعریف میکرد، خیلی لذت بخشه. سلام علیکم. سلام فائزه خانم هستن. یا تو دوربین امروز اومدیم یه دونه ولاگ دیگه بگیریم، یه دونه ویلای جدید سمت موتل او و همین دیگه. حالا چه مشتره؟ سلام علیکم. به این ولاگ ما هم خوش اومدین. یکی دیگه از مجموعه اون ولاگایی بود که میریم ویلا میگیریم، فیلم ویلا میگیریم، از تبلیغات ویلا رو میگیریم، داریم میریم شمال سمت موتل او. الان یه کار عجیب غریب کردیم، قرار بهتون نشون بدیم چیکار کردیم. یه وسیله هستش که دوربین روش میبندن، بهش میگن مونتکار. ما اونو نداشتیم و خیلی چیزای دیگه هم مثلا واسه دوربین مود نیاوردیم. الان یه کار عجیب غریب کردیم که بهتون نشون بدیم چیکار کردیم. بعدت خوشگله منو بخونه. چیو؟ الان بخونه بذار. خوشگله نازنین. تو میگی خوشگله نازنین هم میگم بریم. الان این صدا باز. چرا ویدیو میگیره یه چیزی نیست. خب بچه آماده این؟ یه ذره آهنگش رکورده؟ توی بالا پر من، رفیق سفر من، میمیرم اگه سایت نباشه رو سر من. نگاه همونجاست هر جا که پا میذاری. اهل بند دون منی، بالا بریم پایین. بچه های کرج خب رسیدیم به این ویلا. یه ذره حالمو گرفت چون خیلی کوچیکه. بچه دارم وسیله رو خالی میکنن. این ویلا رو قراره کلیپ دخترونه بگیریم. نمیدونم چه اومدم رو سوال دخترونه. مشکل منی. خب اون کاری که گفتن تو جاده چالوس کردیم این بود. این گوپرو رو با چسب چسبوندیم جلوی ماشین. چیزی نیست. چی شده؟ چی شده؟ بعد این ویلاست که یه دونه جکوزی اینجا داره. خدمتتون عرض کنم که خود ویله کلا فکر کنم 70 متر هم نمیشه. سازندش فکر کنم علاقه خیلی خاصی به جکوزی داشته. اینجا این جکوزی هم این بالا داره. بالا فکر کنم 2 خوابه. خب اینجا رو باید سایت محتوا کنیم. خوبه برای ویدیوی دخترونه، جای بدی نیستش. این هم درخت زیتونه چی؟ بعد ارزم به خدمت کنم اینم ویو این بالکنش، کلیت موجود این ویلا. این بالا فقط همین یه دونه اتاق خوابه، چیز خاص دیگه ای نیست و این هم از بالا اینجا. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. خدا نگهدار. خب یه ذره استقبال داده بریم. بچه‌ها آماده باشید، آزاده بهتون وسیله رو دونه دونه میده. دست جلو، دست جلو، دست جلو. 3 2 1 بریم.
خودت هم ببند صندوق بیا. یه خانم دارن جکوزی رو پر میکنن برامون. خیلی خوب داره پر میکنه. خیلی هم خوب داره میشه. این چرا شیلنگش اینطوریه؟ خب خدا رو شکر توی اینجا ما توی این ویدیو ما نمیتونیم از این جکوزی فیلم بگیریم استفاده کردنشو، چون خانومن همه. یه ذره خب به نظر این شلوارک بردی برای چیه اون ابراهام مال تمیزکاری. آره این میره دیگه آبش. فایزه خانم جدید هستن تو کلیپم. سلام علیکم. خیلی خوش اومد. ملیکا چیکار این عکس‌ها رو کجا استفاده می‌کنی؟ من میگی عکس انتخاباتی رو تو می‌کنی اونور نشون میدی می‌کنی و اینا نشون. آها برای فالوور. چند تا فالوور داری؟ چند تا؟ خوب فعالیت می‌کنی براشون باری کرد. بو کن بگو برای نسات بو کننده اومد شعله تو نقش بو کن رو داری. بو کن دستاتو چرا اونطوری میکنی نگاه کنه؟ چی کار داری میکنی؟ فیلم بردار چرا اینطوریه؟ چه مدلی هستن؟ نه فیلمه شما انجام بدید. اون بو کنه فقط زمان بو کردن میاد. نه به سارسیتی حاضر. همه جون برنج هنوز دونه. صورتت چقدر قشنگه. خالیه داداش چیه باییم؟ 2 نفر بمونن بقیه بشینن. الان خیس رو اجرا کن. چقدر بد خیس شدی. روبروی هم نباشید وسط هم دیگه بشینید. چی شو؟ وسط هم دیگه بشینید یعنی چی؟ توضیح بده. بچه ها وسط هم دیگه بشینید. نه دیگه یه وسط اینجا یه وسط اینجا دیگه 2 تا وسط. چی شد؟ چیز خنده داری بود بگو من بخند. یواش
خیلی مریض. از چیزی که انتظار داشتم فکر کنم دیگه باید با رژیم غذایی اضافه کنم. من سیاد علمانی خوردن نیستم به صورت فیبری سوسمون یه طور کنم جدید وای خدایی خوشحالم بگیرمتون عزیزم چقدر من دل بلند شد همیشه همین رو میگی ایشون اسم تانیه چرا خندی؟ خوشبختم صحبت چیه؟ راستش فعلا دارم برو همون آره حواسم نبود فکرم صحنه دارم میگیرم عقبی دند عقب برمیگرد اوکیه آزاده با سیخش یه دونه آزاده یه دونه چیز وایساده آزاده رو بگیریم لطفا ثابته آزاده ببین آزاده خودتو میبینی؟ نور رو بده سایل ببینی خودشو میبینی الان خوب کنه؟ آره اینو میگیرم اینجا بچه‌ها یه بار همه با هم هد بزنید همه با هم لطفاً همه با هم هد بزنید ببینید خوبه ملیکا که اصلا کلا نیست بخواد فقط عکس بگیره برو نه نور پایین 1 2 3 3 2 1 2 3 هد 2 1 2 3 هد 3 2 1 ببینید میگادشون حاجی دوتا کار با هم نمیتونم بکنم یا من نور رو بگیرم یا هد بزنم نگاه کن برو یا بار دیگه آقا ببندید نور رو ببندید 1 2 3 هد بزنید حالا حالا اینجوری بکنید فقط بالا پایین بپرید خب مثلا این میلیارد میلیون آلیسا شادی هر کاری خواست بکنه یه دونه راستر یه دونه اینور اینو تو نمی‌بینی شوره یه ذره بیاد سمت آزاده برو بزن نه اشکال نداره شوره فکر کنم میره الان غذا میریزه بگم یه حالتی وایستاده که 3 2 1 شیلنگ تخته به معنای واقعی شیلنگ تخته همین بود بچه ها حوض منگه آقا یکی دست رو بکنه تو بگه بریم تو فلان آره بریم 3 بعد همتون بیاید بریم همتون آره بریم همتون نگاه کنیم هم دیگه نگاه کنیم گیرجه ما رو نگاه نکنید لطفاً با هم صحبت کنیم بچه‌ها همه وای نستید 2-3 نفر بشینن کنیم صحبت کنیم ملیکا ببین نزدیک نترس هیچ کاری نمیکنه بیا 3 2 1 برو من کبریت بزنم یه نزدیک خشن بهش ببین نلیکا بیا پشتش وایسا
درست باد بزنی. خب قشنگ معلومه بلد نیستی باد بزنی. خیلی هم بلدم. من خاموش میشه تبدیل به تو و جامعه. چشم سو خاموش شد. دیدی چک کنیم خاطر پول کنار. زدیم براتون آزاده پنجه طلا. حالش هم چطوره؟ ما داریم جمع میکنیم که دیگه برگردیم روز دومی. یه ذره خونه رو ترکوندیم وسیله‌ها جمع شه. جاتون خالی. دیشب خوب استفاده کردیم ازش. یه سری فیلم هم گرفتیم بهتون نشون دادیم. بچه‌ها دارن از جکوزی من میرو، من سانسور کنم. بعد از جکوزی کاملا استفاده شه جاتون خالی. بذارم آبش باز شه بره. وسیله رو جمع کنیم بذاریم تو ماشین که بریم سمت ساحل. هم یه سری تصویر داریم، یه سری تصویر هم هنوز تو ماشین مونده باید بگیریم. هوک ویدیو. ببین سفر کم منو دید نه؟ هنوز زیاد ببینیم. سلام. اومدیم اینجا به قاز. نمیتونی بگیریشون که. حمید جان داره از تولید محتوا میکنه. از اینا خیلی اصالن اصلا. بیا نزدیکم. نه دوربین نگاه کنید. هر با هم دیگه نگاه کنید بعد بودید برید سمت. 3 2 بدوید محکم بودید. سه دوی بود. وقتی از انرژی زنانش صحبت میکنم سخت‌ترین کار ممکنه که از خانوار فیلم بگیری. هیچی داشت تعریف میکرد خیلی لذت بخشه. چیه داداش؟ چیه؟ معلومه؟ خب بذار من یه کاری کنم. بذار عزیز آبیو بگیرم. چرا با گوشی نمیگیری؟ بذار آزاده چیز نباشه. پول نباشه. چرا با گوشی نمیگیری؟ خب با گوشی بگیر اگه گوشی بهتره. میدونی تنها سختی سفر دخترانه چیه؟ قول برادر سلام. میگه میگه شبیه قول برادر میفته. ای بابا داشتم اونجا. بریم یه بار دیگه من میام اینجا واییم. چیه؟ خوبه همون. 3 نگی میکروفونت اوکیه؟ 3 صحبت کن. برو 3 2 1 برو.
سیه سر داشتم اشکال نه، سر یه دونه اشکال نه. همه آدم یه دونه سر دارن. چه سر داره؟ خیلی مزه. من خودم باید ببینم. خیلی کوچولویی. سلام خوشگل من. سلام جیگر. تو چه دمش داری این لب میگیری ازش؟ خب حالش چطوره؟ ما دیگه پایان ولایمونه خدمتتون هستیم، نشستیم داریم غذا میخوریم. بفرمایید اینو ترکیه یا بهش میگن کفته. البته اینجوری نیست ولی ما خودمون با خودمون اختراع کردیم دیگه. شبه کفته است. راستشو بخوای آب نبود آزاده کوبیدار رو بزنه، آب گرم نبود کوبیدار بزنیم دیگه. آسور اختراع کرد. بله دیگه بچه‌ها خداحافظی کنین، سفر خوبی بود. میدونی تنها سختی سفر دخترانه چیه؟ توی بال و پر من رفیق سفر من میمیرم اگه سایت نباشه رو سر دیگه دوست نداری برگردی خونه. توی اتاقک کلی از این ویلاها برای سفرهای دخترونه هست. به نظر تو سختی‌های سفر دخترونه چی میتونه باشه؟